إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. صدق الله العظيم. درود شريف محمد. اللهم سيدنا وشفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ادامه آیات سوره مبارکه مؤمن هست که تلاوت گردید. در درس‌های گذشته ما خواندیم که سیدنا موسی علیه السلام بعد از اینکه دعوت حق را و دعوت توحید را در حضور فرعون و فرعونیها عرض فرمودند، فرعون برآشفته شد. فرعون خیلی احساساتی و ناراحت شد. اولین دستوری که داد گفت که کودکان بنی اسرائیل را بکشید. اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، کودکان اونهایی را که ایمان آوردند و همراهی میکنند با موسی علیه السلام. گویا کودک کشی را شروع کرد. و دومین تهدیدی که کرد گفت ذرونی اقتل موسی، من بگذارید که من موسی را بکشم. و اینطور معلوم میشه که در کابینه فرعون و در اون جلسه خصوصی در حضور وزیران و مشیران مشوره شد و تصویب شد که موسی علیه السلام به قتل برسد. وقتی که این مسئله تصویب شد، گرچه الله عزوجل بعداً برای اونها چنان بلاهایی آورد و چنان مصیبتها و گرفتاریهای آورد که اونها به خود گرفتار بودند. انواع گرفتاریها، انواع عذابها، انواع بلاهای آسمانی در سوره های دیگه میاد. فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. انواع عذابها به شکل ملخ، به شکل شپش، به شکل قورباغه، به شکل خون، به شکل طوفان، گرد و خاک، همه‌شون گرفتار بودند. الله اونها را مشغول کرد که نرسند به موسی، ولی خب تصویب شد که موسی را بکشند. در این آیات ما میخوانیم که یه مرد مومن
به حمایت موسی برخاست که الله تعالی چند صفت برایش بیان فرموده. اولی وقال رجل مؤمن، رب سبحانه و تعالی به ایمان این مرد گواهی میده، مردی مؤمن گفت. دومی صفت من آل فرعون، این مرد مؤمن از آل فرعون بود، از خاندان فرعون بود. اهل تفسیر نوشتن پسرعموی فرعون بود، ولی به موسی علیه السلام ایمان آورده بود. سومی صفت یکتم ایمانه، ایمان خودش را کتمان میکرد، تا به حال ایمان خودش را ظاهر نکرده بود، مخفیانه. معلوم میشه که وقتی که خطری باشد انسان میتواند که ایمان خودش را مخفی بکند، عقیده خودش را مخفی بکند، ولی در دل و قلبه مطمئن بالایمان، در دل ایمان جای داشته باشد، اطمینان قلبی برای ایمان باشد. لذا این مرد کی بود؟ الله بهتر میدانند، اما بعضی از اهل تفسیر نوشتن این مرد همون مردی هست که زمانی که موسی اشتباها یک قبطی را مشتی زد و او مرد و در کابینه آمدن گفتن موسی هست و دستور دستگیری صادر شد. در سوره مبارکه قصص است که وجاء رجل من اقصى المدینه یسعی، یه مردی از گوشه شهر و از حاشیه شهر دوان آمد. قال یا موسی ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. به موسی گفته موسی درباریان مشوره کردن که تو را بکشند، زودتر برو بیرون، خارج شو، من خیرخواهت هستم. اون مرد و این مرد گفتن یک نفره. حالا اسمش بعضی گفتن حبیب نجار، بعضی گفتن اسمش شمعان هست، بعضی گفتن اسمش حزقیل است. بالاخره ما با اسمش کار نداریم، قرآن میگه مرد مؤمن، ما هم میگه مرد مؤمن. این مرد مؤمن که تا به حال ایمان خودش را کتمان میکرده و این از صدیقین امت موسی علیه السلام هست. چندین صدیق که در قرآن کریم، بعضی صدیق ها هستند که ما از اونها خبر نداریم، اما چندین نفر از صدیقین هستند که در قرآن کریم ذکر و یاد اونها آمده. 3 تا ذکرشون در قرآن آمده. یکی در سوره مبارکه یاسین که بیشتر مفسرین میگه حبیب النجار همون هست. 3 تا پیامبر را الله عزوجل فرستاده بود، فعززنا بثالث، 2 تا را فرستادیم، با سومی تقویتشون کردیم. پیش یک قوم و شهری آمدند، اهل اون شهر میخواستند پیامبران را بکشند. وجاء من اقصى المدینه رجل من اقصى المدینه، مردی اونجا هم از حاشیه شهر آمد و گفت که ای قوم چرا این پیامبران را شما تکذیب میکنید، اینها را پیروی کنید، اینها فرستادگان خدا هستند. اون صدیق اسمش را حبیب النجار گفتند، او را شهید کردند، در سوره یاسین ذکرش آمده. یکی اون صدیق هست. دومین صدیقی که ذکرش آمده در قرآن همینه، به عنوان رجل مؤمن. و سومین صدیق ابوبکر صدیق هست که ذکرش در اون سفر هجرت که در غار با رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه بود. ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. رسول الله به اون صدیق خودش گفت تو غمگین نباش، همراه با ما، الله با ما همراه است. این 3 تا صدیق تذکره ایشون در قرآن آمده. و از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه منقول است که صدیق امت ما از 2 تا صدیق دیگه افضل تر است. صدیق امت ما، و این همه مفسرین نوشتن. به چه دلیل؟
به دلیل اینکه اون دو تا صدیق ابتدا ایمان خودشون را کتمان کردند، اما وقتی که احساس خطر کردند مجبور شدند ایمان را ظاهر کنند. اون یکی که در سوره یاسین است، اون شهید شد، قیل ادخل الجنه، الله به او گفت برو بهشت. این صدیق میخوانیم انشاءالله در درسهای آینده اگر حیاتی باقی باشد که این گریخت، فرار کرد. بعد از اینکه فرار کرد فرعون تعقیبش کرد، لشکری را به دنبالش فرستاد، اما الله حفاظتش کرد. فوقاه الله سیئات ما مکروا. اما صدیق امت ما از روز اول در کنار رسول الله صلی الله علیه وسلم بود، از روز اول کتک خورد، از روز اول شکنجه شد، از روز اول چنان زدن که بیهوش شد. عیناً همین کلمه‌ای که اینجا هست نسبت به رسول الله گفت که اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، ای قریش ظالم، شما مردی را میکشید که میگه رب من الله است. و این صدیق امت ما هرچی مال داشت خدا بهش سرمایه زیاد داده بود، یکی از سرمایه داران بزرگ مکه بود، هرچی سرمایه داشت در راه دین، در راه رسول الله مصرف کرد که آخر فقیر شد، آخر چیزی نماند برایش. یک مقدار کمی 6000 درهم از اموالش مانده بود، برای سفر هجرت اونها را هزینه کرد. بقیه مالش را هر مسلمانی که غلام بود، برده بود، مسلمان میشد و شکنجه میشد، با اشاره رسول الله میرفت میخرید، آزاد میکرد. خیلی برای این دین این صدیق امت ما زحمت کشید، رضی الله عنه، خدا از او راضی باد. لذا صدیق امت ما از اون صدیق ها افضل تر است. اینجا هم الله عزوجل می فرماید که این مرد صدیق که تا به حال ایمانش را کتمان کرده بود و ایمانش را مخفی کرده بود، این ندا برآورد، فریاد زد اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، آیا شما میکشید مردی را که جرمش و گناهش اینه که میگوید ربی الله، رب من فقط الله است. فرعون را که ادعا میکرد انا ربکم الاعلا، فرعون را به عنوان رب قبول ندارد، میگه رب من فقط الله است. و بعد این مرد مومن میگه که دلایل هم دارد، ادعای تو خالی ندارد، این مستحق قتل نیست، بشینید باش سخن بگید، باش بحث بکنید، باش گفتگو داشته باشید، یا شما را قانع کند یا شما او را قانع کنید. وقد جاءكم بالبینات من ربکم، این یه ادعای خالی نمی کند، بلکه با بینات آمده از جانب رب شما، با دلیل و معجزه آمده، استدلال دارد، منطق دارد، معجزه دارد. این که مستحق قتل نیست، این میخواد یک سخنی بگوید، یک ادعایی دارد، دلیل دارد. شما دلیلی که ندارید چرا میکشید؟ چرا اقدام به قتلش میکنید؟ و بعد میفرماید و این یکو کاذبا فعلیه کذبو، اگر این کاذب باشد، اگر دروغگو باشد، خب ضرر دروغش به خودش میرسه. شما چرا اذیتش میکنید؟ و این یکو صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم، اینجا میترساند اونها را، تهدید میکنه که و این یکو صادقا، اگر این مرد، اگر این پیامبر موسی علیه السلام صادق باشه، راستگو باشه، در این ادعایش راست باشه که هست، اون وقت بترسید و مواظب باشید که یصبکم بعض الذی یعدکم، بعضی از اون چه که شما را میترساند به شما میرسد. منظور موسی علیه السلام از چه میترساند؟ از عذاب دنیا، از عذاب آخرت، انواع عذابها.
بعضی از این عذاب ها میاد به سراغ شما، نابود میشید. لذا بترسید، نکنید، تکذیب نکنید، حرفش را گوش کنید. خب حالا سوال اینجاست، سوالی مطرح میشه، آیه ادامه آیه اون سوال را جواب میده. اون سوال اینه که آیا این سخنرانی خیرخواهانه و ناصحانه و سخنرانی مستدل این مرد مؤمن در فرعون و فرعونی ها اثر گذاشت؟ دل اونها را تکان داد؟ اونها آیا کوچکترین رجوعی، رجحانی، تمایلی به ایمان نشان دادند؟ الله در آینده می فرماید ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب. الله هدایت نمی فرماید و توفیق هدایت نمیده هر اون انسانی که اون انسان متجاوز باشه و دروغگو باشه. یعنی هدایت کسی میابد، لایق هدایت کسی هست که هم دلش و هم عملش خوب باشد. اون انسانی که در زندگی همش متجاوزه، همش متعدیه، همش ظالمه، همش بر دیگران ستم میکند، این اعمال چنان انسان را محروم میکند که از ایمان هم محروم میکند. معلوم میشه عمل بد انسان را از خیر و از ایمان محروم میکند. اینها فرعونی ها متجاوز بودند، بر بنی اسرائیل ظلم میکردند، تعدی میکردند. کسی که متجاوز باشه او لایق هدایت نیست الا ماشاء الله. و کذاب، زیاد دروغگو بودند. منظور اینه عزیزان که کسانی لایق هدایت هستند که عمل کرده اونها در زمان جاهلیت خوب باشه، همش تجاوز و همش ظلم و همش ستم و همش غارت و غارتگری و هیچ وقت بر زبان راست نبوده، همش دروغ و خلاف. این نوع افراد لایق هدایت نیستند. این نوع افراد که یکی که متجاوز باشه و یکی که متعصب باشه، ضدی باشه، اینها وقتی که بزرگترین پیامبر خدا هم بیاد برایشون تبلیغ بکنه، بر قلب اونها اثری نمیگذارد. موسی علیه السلام یکی از پیامبران اولوالعزم هست. اون هم با چه دلائلی، با چه معجزاتی، با چه آیات و نشاناتی که اثر میندازد اژدها میشه. باز هم اینها میگویند جادو هست. میدان مبارزه میان، تمام جادوگران شکست میخورند، تمام جادوگران ایمان میآورند، سر به سجده میاندازند، باز هم این قوم ایمان نمیاره. معلوم میشه که الله عزوجل کسی را که از ایمان محروم بکنه، همه چیز را با چشم ببیند هم ایمان نمیاره. لذا خیلی هستند امروزه که حق و حقیقت را میدانند، واقعیت را میدونند، راه درست را میدونند، حقانیت دین را و حقانیت اسلام را و حقانیت نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم را میدانند، ولی باز هم ایمان نصیبشون نمیشه. به دلیل همین صفات است، به دلیل همین ظلم ها است، به دلیل همین تعصب های کورکورانه است. هر کسی لایق هدایت نیست. علماء یهود همه چیز را میدانستند. علائمی که در تورات آمده بود دانه به دانه میدانستند که در وجود رسول الله صدق میکنه، اما گرفتار تعصب و ضد شدند. لذا خدای عزوجل اون قلبی را هدایت میکنه و یهدی الیه من اناب. در اون قلب انابت باشد، در اون قلب حق طلبی باشد، واقعا دنبال حق و حقیقت باشد. لذا الله درباره این قوم میگوید ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب.
اینهایی که متجاوز و کذاب هستند اینها لایق هدایت نیستند. خدا توفیق هدایت نمیده. و بعض الله میفرماید که ادامه همین وعظ مرد مؤمن، سخنان این مرد مؤمن، یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض. چون که فرعون و فرعونی ها افتخار میکردن به قدرت خودشون، به سلطنت خودشون، به سپاه و لشکر خودشون، این مرد مؤمن با چه بلاغتی و با چه خیرخواهی میگوید یا قوم، ای قوم من، لکم الملک اليوم، برای شما پادشاهی امروز هست، امروز شما قدرتی دارید، امروز تاج و تختی دارید، ظاهرین فی الارض، امروز شما غالب هستید. این خطاب قرآن در واقع به تمام ستمگران دنیا که با توجه به قدرتی که دارند خدا قدرت را بهشون داده، به فرعون هم خدا داد و خدا گرفت، به نمرود خدا داد و خدا گرفت. خیلی از قدرت ها که امروزه خودشون را ابر قدرت میدانند و ظلم میکنند، هر یکی از این قدرت ها به یک بلدی از بلاد اسلامی ظلم میکنند یا غیر اسلامی. بالاخره اینها غرورشون و افتخارشون به قدرتشون هست، به بمب اتمیشان هست، به موشکهای آنچنانیشون هست، به تانکهای ضد همه چیزشون هست. ولی این خطاب اونها را هم شامل میشه که یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض، ای قوم، امروز این ملکی که امروز شما در اختیار دارید، این قدرتی که امروز شما دارید، امروز غالب هستید در زمین، این امروز برای شماست، فردا نخواهد ماند. خیلی از قدرت ها کجا هستند؟ بسیاری از قدرت ها بودند که ادعا داشتند. فرعون ادعا داشت، خیلی افتخار میکرد، میگفت که ببینید شهرهایی که تحت حکومت و سیطره من هست، ببینید لشکری که من دارم، ببینید مال و متاعی که من دارم. حتی به اون علنگوها و دستبندهایی که به دستش بود در قرآن است، به اونها افتخار میکرد که من علنگو و دستبند دارم، موسی ندارد. اون زمان یکی از افتخارات همین بود. لذا همه رفتند. اون عرض کنم که زمان خیلی دور هست، همین زمان نزدیک خود ما خیلی از قدرت ها بودند، امروز اثری ازشون نیست، امروز خبری ازشون نیست. خیلی از رؤسای جمهور بودند، خیلی از پادشاهان بودند، خیلی از نخست وزیرها بودند. همین شاهی که بر کشور خود ما قدرت داشت و حکومت میکرد، اون وقت میگفتن قدرت چهارم دنیاست. از نظر ارتش چهارم دنیا را داشت. ولی یک شبه الله عزوجل برد. هر ستمگری بداند، هر صاحب قدرتی بداند که اگر افتخارش بر قدرت و بر اسلحهش بود، اینا نمیمانند و فکر میکنه که برنامه ریزی میکنه، اما وقتی که رب فیصله بکنه یک شب همه چیز تار و مار میشه. عیناً این مرد مؤمن همین را میگه. انسان وقتی که قرآن را میخوانه، قربان رب برم، قرآن را طوری تعبیر میکنه و طوری بیان میکنه که انسان فکر میکنه برای همین زمان ما نازل شده. الله میفرماید این مرد گفت یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض، برای شما ملک امروز هست که غالب هستید در زمین. فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا، کی هست که ما را یاری برساند، ما را کمک کند از عذاب خدا اگر بیاید برای ما. عذاب خدا وقتی که می آید، کی هست که ما را نجات بده؟ کی هست که ما را حفاظت بکنه؟ همین الان عذاب خدا برای خیلی از بلاد میاد، بسیاری جاها سیل میاد و طوفان‌های سونامی میاد. آیا این قدرت‌ها و پادشاهان میتونن جلوش را بگیرن؟ شهرها تخریب میشه، زلزله ها میاد، آتش سوزی ها میاد. که آتش سوزی که مدتی پیش، یکی 2 ماه پیش در جزیره هاوایی شد، عکسایش را دیدیم، اون عکسایی که قبل از آتش سوزی بود و عکسایی که بعد از آتش سوزی. یکی از بهترین مناطق
گردشگری و جذاب که گویی بلا نسبت و بلا تشبیه انگار یک تکه از بهشت بود. تمام توریست های دنیا برای هر نوع عیاشی اونجا می رفتن، اما یک بار که الله عزوجل یه آتشی را فرستاد، چنان خاکسترش کرد که گاهی ما تعجب میکنیم این رسانه ها اگر مشکلی پیدا میشه در یکی از شهرهای کشورهای اسلامی خوب انعکاسش میدن، ولی این نوع مصیبت ها را انعکاس نمیدن، چون میترسن که مردم از اینها درس های دیگه میگیرن. لذا این آتش سوزی چنان با خاکستر یکسان کرد که اثری از اون آبادی نبود. لذا همین میفرماید این مرد مؤمن فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا، از عذاب خدا اگر پیش ما بیاد کی ما را یاری میکند؟ وقتی که این سخنرانی خیرخواهانه را کرد، فرعون احساس خطر کرد. فرعون فوراً لب به سخن گشود، فوراً قوم خودش را بار دیگر یادآوری کرد. قال فرعون ما اریکم الا ما ارى و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. فرعون گفت ای قوم، من به شما مشوره نمیدهم مگر همون رأی گذشته ام را، رأی قبلی و رأی سابقی که من داشتم، مشوره من همونه. و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، من شما را راهنمایی نمی کنم مگر به راه هدایت و راه درست و صحیح. میخواد بگه که راه صحیح اون راهیه که من میگم، نه این عموزاده من، نه این مرد مؤمن. اما وقت تمام شد، در ادامه میخوانیم انشاءالله که سخنرانی این مرد مؤمن را که باز نمونه های از عذاب ذکر میکنه. ای قوم، اگر باور ندارید برید تاریخ گذشته را بخوانید، تاریخ قوم نوح را، قوم عاد را، قوم ثمود را و کسانی که بعد از اونها بودن، قوم شعیب، قوم لوط. خدا با اونها چه کرد؟ بترسید، نکنید، با پیامبر خدا مخالفت نکنید. بالاخره این تا اینجا سخنرانی اول مرد مؤمن است. 3 تا سخنرانی را الله عزوجل در این 2 تا رکوع ذکر میکنه. معلوم میشه که این خیرخواه، این داعی خیر، این کسی که دعوتگر خیر بود، اینقدر سخنش مورد پسند و رضای الله قرار گرفت که در قرآن قرار داد و سوره هم به نام سوره مؤمن است. لذا یک نکته آخر را خدمت شما عرض بکنم، اون اینه که انسان وقتی که داعی خیر باشه، ناصح خیر باشه، دعوتگر خیرخواهی باشه، الله تعالی خیلی سخنش را و دعوتش را میپسندد. و در قرآن هست و من احسن قولا ممن دعا الی الله. از اون سخن کدوم سخن زیباتر است که به سوی الله دعوت میده؟ و این مرد به سوی الله دعوت میداد. الله عزوجل همه من و شما را دعوتگران خیر بگرداند. و السلام علیکم و رحمت